به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما مهربانان، همراهان، همگامان و نیک‌اندیشان ایران زمین. امروز ما اومدیم به روستایی در دل کوه، روستای گوچکو از بخش کوتیج شهرستان فنوج واقع در استان سیستان و بلوچستان، نیم نگاهی به وضعیت معیشتی، نداشتن برق، مشکل آب و مشکلات دیگرشون بندازیم. امیدوارم که این گزارش و این مصیبت‌ها و این مشکلاتی که در این روستا در واقع هست به واسطه شما عزیزان اهل خیر و مسئولین، خصوصا مسئولین، اینجا مشکلاتش رفع بشه و به حداقل برسه. هموطنان عزیز، اینجا مردمانش دردها و رنجها در دل دارن. البته اعتقاد من بر اینه که بخشی از این مشکلات انتخاب خودشون بوده، اما دولت هم نباید، مسئولیت هم نباید از اینان غافل بشه. روستایی که در دل کوه در 22 کیلومتری کوتیج واقع هست، با دردها و رنجهایی از جمله نداشتن آب سالم. این روستا در واقع نجاده دسترسی خوبی داره، به هزاران سختی ما به اینجا اومدیم. نه برقی داره و نه مسئولی هست که به فکر چاره‌ای برای نتیجان باشه. یکی از مشکلات این روستا نداشتن برقه که مسبب اصلیش منابع طبیعی شهرستان فنوجه که متاسفانه با خودخواهی تمام در مقابل اینا وایسادن اجازه این که اداره برق بیاد اینجا بیوخونه رو نمیدن. و از مشکلات دیگر این روستا مردمش در کفرها زندگی می‌کنن، سرویس بهداشتی سالمی ندارد و در کنار بنده در ادامه مستند شما این رو مشاهده خواهید کرد. منبع آبی رو اداره امور اشایی شهرستان فنوج ساخته و اینجا نیاز به یک حلقه چاه داره و یک پمپ آب خورشیدی حداقل، یا یک پمپ در واقع موتور بنزینی میتونه آب رو به این منبع آب انتقال بده. ما داری برمی‌داری توی کفر و زندگی کردی خونه نیست که باید دولت با زندگی رو شاید برای شما جای تعجب باشه که اینجا چجوری دارن کشاورزی میکنن. این کشاورزی به واسطه یک لوله 1 اینچ که از یک برکه، یک چشمه‌ای که از دل کوه در واقع از 3 کیلومتری اینجا در واقع آب داره، به واسطه یک لوله 1 اینچ به اینجا هدایت میشه و واقعا این آب بوی بد و نمیدونم گندی داره که واقعا من نوعی نتونستم آب اینجا رو امروز بخورم. خیلی برام سخت بود. واقعا آب اینجا غیر شرب و غیر بهداشتیه و همین هم خودش یک درد و رنج و معضلیه. بعد به دادم رسن زیاد این بطه بیماریه مرگ آب کمکی تمام جوری جلوی نه مثلا فلان جا بندن ما نبندن جوری کجا جوری من برای روستایی سال روز از یک پدر می‌زندگی اصلی نیست می‌چارم. دردها و رنجها رو دیدیم و شنیدیم. همکنون شما گوش شنوا باشید. به فکر این عزیزان هموطنمان در این خطه دور افتاده از سیستان و بلوچستان باشید. امیدوارم که با همراهی و همدلی شما مسئولین و البته نیکوکاران گرامی بتونیم دردها و رنجهای این عزیزان رو به حداقل برسونیم. اینجا نیاز به مدرسه سازی داره، اینجا نیاز به برق رسانی داره، اینجا نیاز به آب رسانی، آب سالم نیاز داره، اینجا به ساخت مسکن نیاز داره. اینجا جای بسی تأسف است که خیلی از خانواده‌ها هنوز سرویس بهداشتی ندارن که این خودش یک معضلی است که میطلبه مسئولین اینجا خودنمایی کنن، بیان به داد مردم برسن. امیدوارم که صدای ما، صدای این مردم رو بشنوید و به مدد این مردم بیایید. مشتاق دیدارتون در این بیان. خدایا رو بگهدار شما.